چطور میتونم کمکتون کنم؟ فکر میکنم اینجا تازه وارد بشید. البته از روی چهرهتون و رنگ چشماتون اینو تشخیص دادم. میدونید اینجا خیلی افراد موهای بور و چشم رنگی ندارن. ما بیشتر چشم و موسیاییم. نمیخواید چیزی بگی؟ به نظرم من میتونم یک نفر رو صدا کنم تا کمکتون کنه. آقای جیمز، نه ترسیدم، فقط اینکه گفتم شاید بهتر باشه کسی دیگه به شما کمک کنه. این روزا خیلی حوصله دردسر رو ندارم. چی میخوای؟ راستش من از احساسات، از شاید یکم چه عجیب باشه ولی از نوع نگاه آدم ها میفهمم که حس درونیشون چیه و فکر میکنم که شما الان یه چیزی بخواید. چطور میتونم کمکتون کنم؟ چی از من میخواید؟ فکر میکنم سرتون رو درد آوردم. من آدم پرحرفیم، اما جالبه کمتر کسی پیدا میشه که شب، اونم آخرای شب، به مغازه تازه افتتاح شده ما سر بزنه و یه آدم پرحرف از من بخواد. درسته که تازه کارم، ولی خب شما خیلی تنهایید. اینو از چشماتون میتونم بخونم. تنهایی شدید. چرا؟ البته ببخشید، ولی میتونم دلیلشو بدونم؟ نه، پس شما همون صاحب پر آوازه اون خونه عیانی هستید، واندرلی. فکر میکردم بعد مرگ همسرتون دیگه از خونه بیرون نیایید. فکر میکردم تنها تسکین دهنده روحتون همون خونه قدیمی و عیانی باشه. خیلی راجبش شنیدم. خونه نه، همسرتون میگم. همه بهش میگفتن ربکا خوشگله. حتی حسابکار داشتم که بهش یه جور خاصی اینو تلفظ میکرد، میگفت ربکا خوشگله. از این آدم پرحرف چی میخواید؟ بگید تا کمکتون کنم. قصه؟ شما از کجا میدونید من می‌نویسم؟ خب داستانای خودم فعلا آماده نیستن، یعنی اونقدر حرفه‌ای نیستن که بخوام واسهتون بخونمشون، ولی فکر میکنم که بتونم.
یک داستان کوتاه واسهتون تعریف کنم. سیفالدین تله تاسش را خاراند و با دستمال کثیف کنار پنجره سرش را از عرق خشک کرد. از شدت گرما شور و شور عرق می‌ریخت. رکابی سفیدش خیس شده، آنقدر خیس که قطره های آب از آن روی زمین چکه می‌کرد. استخوان‌های پوکش ترق و تروق می‌کردند. با هر تکان ریزی که می‌خورد صدایی ترسناک از زانوهای نحیفش بیرون می آمد. خیلی یادم نیست، ولی خب شما از خودتون بگید. شاید بهترین کاری که کردی ترک اون خونه بوده. ترک اون خونه عیانی. راستش من از خونه های عیانی میترسم. احساس غریبگی بهشون دارم. فکر میکنم هر چقدر آدم بزرگ بشه باز یه حس غریبگی از چیزایی تو وجود آدم میمونه. شما باید استراحت کنید. به نظرم بخوابید. فردا میبینمتون. من جایی ندارم که اینجا بهتون بدم، ولی فکر میکنم که توی کاروان سرای روبرو بتونید بمونید یا هتلی که 2 کوچه اونورتره. هر جور خودتون مایلید، اما فردا صبح منتظرتونم. شبتون بخیر.